Your teammate has been killed. Holographic decoys released. ده عاملی که اگه روش تسلط پیدا کنی بازی از این رو به اون میشه. گزینه 1 سنس. اول از همه میرسیم به سنس. ببین ایلیا فقط سنس میشینن واسه مومنت پلنگی، هرش میرینن به این قشنگی. آقا جان تو باید یه سنس پیدا کنی که هم ایمت خوب باشه هم مومنتت نرم و دقیق باشه. گزینه 2 هاد. آقا جان هاد مزخرف مساویه با مرگ مفت. اسلاید بالا باشه و حداقل بالای سنگوش بازی کن. اگه جامپ و تیر و نشونه رو بیاری بالا که دیگه تاپ عالی میشه. و در آخر میرسیم به گزینه آخر یعنی اسلاید. آقا جان تو وقتی سنس و خودت مسلط نشدی هر سراغ اسلاید، چون تو هر فایتی آخرش تو میمونی اون چشمه قشنگت که داره به لابی نگاه میکنه. قانونی ساده است. و وقتی شاتگان دستته اسلاید به چپ و راست رو به جلو. و اگه تو رگباری دستت بود طرف شات کن اسلاید بک بده، سعی کن با فاصله باش درگیر بشه. Two teams left, getting close to victory.